بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رضوان سوری هستم، کارشناس غیر دولتی جهاد کشاورزی خدمات کشاورزی آرمانکش. برگزاری جشنواره رو در تاریخ 20 بهمن 1403 امروز داشتیم، جشنواره طبخ آبزیان. هدف از برگزاری این جشنواره مصرف سرانه، بالا بردن مصرف سرانه غذاهای دریایی در سطح خانواده ها هستش که متاسفانه به دلیل دور بودن ما از مناطق دریایی توی استان ما و شهرستان ما مصرف سرانه پایین هست. بعد هدف از برگزاری این جشنواره ترویج آبزیان، ترویج طبخ آبزیان به عزیزان هستش. من علیرضا گل محمدی هستم، آشپز. تو این جشنواره اول شدم امسال و بهترین چیزی که برای اول شدن بود عشق و علاقه است که به آشپزی داشتم. سلام، من فاطمه زهرا سوری هستم به عنوان کم‌نسل ترین در دومین جشنواره غذای دریایی. زینب مالمیر هستم، نفر دوم شدم در جشنواره غذای دریایی.